من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین موجودات زنده دابه چارپا را میگن، منظور اینجا انسان ها هستند. موجودات زنده ها نزد الله اونهایی هستند که کفر کردند و ایمان نمی آورند. الذين عاهدت منهم، اونهایی که تو با اونها عهد بستی، پیمان بستی ای پیغمبر. ثم ينقضون عهدهم في كل مره، هر بار اینها عهد خودشون را میشکنند. و هم لا یتقون، و اونها از عهد شکنی نمی ترسند. لا یتقون، از چی نمی ترسند؟ پیمان شکنی، عهد شکنی. مفسران گفتن، بعضی گفتن این آیه درباره یهود بنو قینقاع هست که عهد را شکستند، بعضی گفتن بنو قریظه هست. هر یکی یک چیزی گفته، لازم نیست که حتما مصداق خاصی داشته باشد. هر کسی که عهد بشکند، کسی که امروز هم عهد میشکند، کسی که دیروز شکسته، کسی که فردا میشکند، مصداق این آیه هست. لذا الله عزوجل او را مؤاخذه میکنه کسی عهد شکن باشد. بعد از اینکه عهد شکنی کردند، الله تعالی میفرماید این عهد شکنان وقتی که در جنگ آمدند، چون بنو قریظه عهد کرده بود با پیغمبر، با هم صلح داشتند. وقتی که احزاب آمدند و بنو نذیر و سردار بنو نذیر بنو قریظه را، حویی بن اخطب، بنو قریظه را تحریک کرد، تشجیع کرد. شما کجایی؟ تمام احزاب و لشکرها، یهود و مشرکین و تمام اقوام عرب با هم یکی شدن دیگه، تمامه. شما هنوز با ما همراهی نمی کنید. دیگه اونا را فریب داده. اینا عهد را شکستن. عهد را که شکستن، الان خدا میفرماید در جنگ دیدید چنان بزنید که برای بقیه عبرت باشن. و فاما تثقفنهم فی الحرب، اگر یافتید آنها را در جنگ، فشرد بهم من خلفهم، الله میفرماید که عبرت بده پشت سری ها را، یعنی چنان بزن، چنان به کیفر اعمالشون برسان که برای بعدی ها چی باشد؟ درس باشد، عبرت باشد. لعلهم یذکرون، شاید اونها پند بگیرند. و اما تخافن من قوم خیانتا، اما اگر ما مسلمانان با قومی عهد بستیم، میترسیم که اینا از پشت به ما حمله نکنند، ما با دشمن جنگ داریم، وقتی که بیم خیانت دارید پیشا پیش اعلان کنید. فانبذ الیهم علی سواء، بینداز بر اونها، بسوی اونها عهد را برابر. یعنی بگو که از این به بعد پس تمام بین من شما عهد تمامه. ان الله لا يحب الخائنین، خداوند خیانت کنندگان را، اونایی که به نقض عهد خیانت میکنند، الله عزوجل دوست ندارد. ببین، پیمان یکی از ایمانیات هست، عهد یکی از موارد ایمانی هست. لا ایمان لمن لا عهد له، اونی که عهد ندارد، تعهد ندارد، بر پیمان خودش پایبند نیست، او ایمان ندارد. ما خب اینجا پیمانهای جنگی هستند، ولی عهد تنها به پیمانهای جنگی گفته نمیشه.
اونجا هم عهد شکنی بده. ما هم گاهی متاسفانه بین خودمان مسلمانان اختلاف داریم، جنگ داریم، درگیری داریم، گاهی با هم عهد میبندیم که آقا جنگ تمام، آتش بس. خب هر کسی مخفی شده، هر کسی پنهان شده، میاد دیگه میگه تمام شد، تا که میاد تو شهر میزنند. این عهد شکنیه، این خیانته. الله عزوجل لا يحب الخائنین، این نوع خائنین را دوست نداره. کسی که پیمان میبندد، کسی که عهدی میکند، اون باید به عهد خودش عمل بکند. این هم خدمت شما عرض کنم که شما گاهی برای طلبهایتون، برای بدهکاریهای خودتون هم عهد میبندید. طلبکار شما با شما مینشینه، میگه که چیکار میکنی؟ آخر شما میگه به من 6 ماه مهلت بده. 6 ماه به شما مهلت میده، قرارداد بسته میشه. بعد از 6 ماه این آقا باید دین خودش را پرداخت. این یک عهدی هست، بستید، پیمانی هست، تعهدی هست. بعد از اون وقتی که موعد میرسه دیگه دوباره میره مخفی میشه. این پیمان شکن است، این خائن است. اون بنده خدا رهایش کرد، 6 ماه هم بهش مهلت داد که این به عهد خودش پایبند بشه. مسلمان نباید اینطور باشه. مسلمان باید پیکر عمل باشد، اسوه و الگوی عمل باشد در هر چیز. وقتی که گفت عهد دیگه عهده، دیگه نیازی به چک و سفته حتی نباشد. چنان باید به ایمانش و به عملش طرف باور بکند که شما که گفتید. بعضی انسان ها واقعا هستن، میگه فلانی وقتی که گفت قول او قول است، واقعا پایبند میشه. الله عزوجل از تک تک ما انتظار دارد ما این گونه باشیم و وقتی که پیمانها را شکستیم این خیانت است. الله ما را دوست ندارد. الله میفرماید ان الله لا يحب الخائنین. پس عهد را گسترده بکنید، عهد را توسعه بدید. تمام عهدها، چه عهدهای جنگی، صلح، تجارت، غیر اونها، همه را شامل میشه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. الله تعالی زجر و توبیخ برای کفار بیان میفرماید که فکر نکنن کسانی که کفر کردن سبقوا، اونها سبقت میکنن، یعنی از عذاب آخرت در میروند، از اونجا نجات مییابند. نه، اینجا هم عذاب، اونجا هم عذاب. انهم لا يعجزون، همانا آنها خدا را عاجز نمی کنند. اما اینجا خدای عزوجل قانون دیگری برای جهاد بیان می فرماید. بحث جهاد است. الله می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آماده کنید برای کفار ما استطعتم، تا جایی که می توانید، من قوت، از قوه. قوه چی است؟ ما یتقوی به فی الحرب کائنا ما کان، هر چیزی که باعث تقویت ما در جنگ میشه، هر چی باشد، هر اسلحه پیشرفته و اسلحه مدرنی باشد، مسلمان باید آماده بکند. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. رباط الخیل منظور جهاد هست. اسبها را بستن، اسبها یعنی آمادگی جنگی. هر چی میتوانید، نفربر، زرهی، تانک، توپ، بمب‌های هسته‌ای. چرا بمب هسته‌ای، بمب اتمی فقط کفار داشته باشند، مسلمانان داشته نباشند؟ وجه امتیاز چیه؟ فرق چیه؟ دلیلش چیه؟ پس مسلمان وظیفهشون هست تا جایی که در توان دارند، ما استطعتم. الله تعالی به اندازه البته استطاعت، به اندازه توان مکلف کرده، نه بیشتر از توان. شما آماده کنید. ترهبون به عدو الله و عدوکم، این حکمت اعداد است، حکمت آمادگی است. بترسانید به وسیله این دشمنان خدا را و دشمنان خودتون را.
یکی از صورتهای ترسوندن رژه رفتن است، به معرض نمایش گذاشتن است. رژه مجاهدین، کشورهای اسلامی وقتی که به نمایش میگذارند قدرت خودشون را، هر کشور اسلامی باشد، مرزها را الان ایجاد کردند. همه ما مسلمانان یکی هستیم. وقتی که اینها به معرض نمایش میگذارند مسلمانان خرسند میشن. این رژه رفتن، این نمایش و رزمایش ها، اینها عبادتند. خدا گفته ترهبون به عدو الله و عدوکم. وقتی که اسرائیل میبینه بلرزه. یعنی چه؟ هر روز خوابش میپره، هر روز شکایت میکنه که اینها دارن پیشرفت میکنند. لذا الله عزوجل میفرماید که شما باید مسلمان وظیفه تون است این کارها را داشته باشید، نه اینکه فقط بگیم توکل و توکل علی الله. توکل همینه، اینها را داشته باش، آمادگی کامل داشته باش، بعداً بر خدا توکل کن. و آخرین من دونهم، آخرین من دونهم، بغیر از اینها دیگران هستن، بغیر از این منافقین، هم الیهود او المنافقین، غیر از این مشرکین، اونها منافقون و یهود هستند. اونها را الله میفرماید برای اونها آمادگی داشته باشید. بعضی گفتن او اهل فارس، منظور مجوسی های فارس هستند، اون زمان بودند که الله میفرماید برای اونها شما آمادگی داشته باشید. بعد از اینکه از این مشرکین تمام شدید، اینها که چیزی نیستن، عددی نیستن، بزرگترهایی هستند، کله گنده‌ترهایی هستند که باید برای اونها شما صحابه آمادگی داشته باشید، مسلمانان آمادگی داشته باشید. لا تعلمونهم الله یعلمهم، شما آنها را نمیدانید، الله آنها را میداند. خب در این راه انسان باید پول خرج کنه دیگه، بدون هزینه نمیشه. بالخصوص برای جهاد مسلمانان باید انفاق کنن. الله میفرماید هر چه انفاق کنی خدا جایش را پر میکند. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله، آنچه که خرج میکنید از هر چیز در راه الله، یوفی الیکم، به سوی شما کامل برمیگردد، کامل داده میشود و وفا میشود به سوی شما، یعنی برمیگردد. و انتم لا تظلمون، شما ظلم نمیشه بنویسید در ثواب، یعنی در ثواب شما هم چیزی کاسته نمیشه. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، قانون دیگر از قوانین جهاد، چهارمی هست یا پنجمی. الله میفرماید اگر کفار به صلح تمایل نشان دادن، شما هم تمایل نشان بده. ببین نکته‌ای که قبلا خدمت شما عرض کردم، با این قانون قبلی آمادگی که الله میفرماید شما آماده باشید، شما باید همه نوع اسلحه را داشته باشید، پیشرفتش را جمع کنید، خریداری کنید. خب کسی فکر میکنه حتما هدف جنگه، هدف خشونته، ما که داشتیم دیگه بجنگیم بتازیم. نه، اسلام دین جنگ نیست، اسلام دین خشونت نیست، دین صلح است. اگر در دنیا و اهل دنیا بر صلح بیایند، به حق خودشون قانع بشند، بر دیگران تعدی نکنند، اصل جهاد برای جلوگیری از ظلم است. اگر در حق دیگران تعدی نکنند، اسلام هم با اونها جنگ ندارد. لذا الله میفرماید اگر اونها تمایل نشان دادن به جنگ، با وجودی که شما همه اسلحه را فراهم کردید، شما رژه های خودتون را رفتید، قبلا بحث اونها بود، شما رزمایش ها را انجام دادید، ولی میبینید که دشمن تمایل به جنگ ندارد، تمایل به صلح دارد، اشکال نداره، صلح کن. ما جنگ طلب نیستیم. و این نگفته که حتما مسلمان بشن، نه، مسلمان نباشن، صلح بکنند. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر تمایل نشان دادن به جنگ، به صلح، فاجنح لها، شما هم تمایل به آن نشان بده. ولی خب امکان داره از پشت خنجر بزند، خیانت کند. الله میفرماید نترس، دغدغه داشته نباش. و توکل علی الله، توکل کن بر الله، انه هو السمیع العلیم، همانا آن ذات
سمیع هست، همه اقوال را میشنود، العلیم از همه احوال خبر دارد، علم دارد. و این یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله. الله می فرماید اگر بخواهند آنها شما را فریب بدهند، فان حسبک الله، الله شما را کافی است. از فریب اونها الله کافی هست. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این نمونه امداد است. الله آن ذاتی است که شما را تایید کرد، بنصره، به نصرت خودش. الله شما را با نصرت و مدد غیبی یعنی با ملائکه خودش شما را تقویت و تایید کرد. و بالمؤمنین، خدا دو سپاه داشت، یکی سپاه آسمانی، یکی سپاه زمینی. سپاه آسمانی فرشته ها بودند، سپاه زمینی صحابه بودند. هر دو را الله می فرماید که ای محمد صلی الله علیه و سلم، خدا با دو لشکرش، یکی بنصره یعنی با ملائکه خودش، و دوم بالمؤمنین با مؤمنان خودش شما را کمک کرد. همانطور که صحابه اونجا ثبات از خودشان نشان دادن، مردانه جنگیدن، خدا شما را کمک میکند. و الف بین قلوبهم. ببین این کیفیت نصرت است. بهترین نصرت زمانی میشه که مسلمانان با هم همدل باشند، با هم الفت و محبت داشته باشند. الله عزوجل از بارزترین صفات یاد میکند در جنگ. شجاعت نیست، شجاعت را ذکر نمی کند. الله تعالی از شمشیرهای آنچنانی یاد نمی کند، بلکه علت جنگ، علت نصرت و کیفیت نصرت. و الف بین قلوبهم. الله الفت ایجاد کرد بین دلهایشان، آنها با هم محبت دارند، اما این محبت ایمانی هست، محبت خدایی هست. الحب فی الله. اشداء علی الكفار رحماء بینهم. الله به پیغمبرش میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ای حبیب من، ای محبوب من، اگر شما خرج میکردید تمام آنچه که در زمین هست، ما الفت بین قلوبهم، شما الفت ایجاد نمی کردید بین دلهایشان، ولکن الله الف بینهم، همانا الله الفت ایجاد کرد بینشان. انه عزیز حکیم. بدون شک الله غالب است، هر کاری میتواند بکند، اما کارهایش حکیم، همراه با حکمت است. یک برداشت دیگری هم از این آیه حتما کردید که محبت با مادیت ایجاد نمیشه، الفت و محبت با معنویت ایجاد میشه. مادیت وقتی که از بین بره، بعضی ها هستن شما به اونها میدید، با شما محبت میکنن، تا که شما ورشکست شدید اونها رهایتون میکنن، دشمن شما میشن، غیبت شما رو میکنن. اکثر اینطوره، دوستی هایی که بر اساس مادیت باشد تا زمانی که اون دنیا و اون پول باشد. لذا الفت بین صحابه را الله میفرماید بر اساس ایمان بود، الله ایجاد کرد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه خزائن زمین را شما خرج میکردی، با مادیت، با دنیا، با پول محبت ایجاد نمیشه. یا ایها النبی، یک قانون دیگری الله بیان میفرماید برای جهاد، اینه که مسلمان، پیغمبر خدا، مسلمانان در ازمنه بعدی بقیه مسلمانان باید اعتمادشون بر الله باشد. این رکن رکین جهاد است و اصل جدا ناپذیر جهاد است. همیشه مجاهد اعتمادش بر الله باشد. یا ایها النبی حسبک الله، ای نبی الله تو را کافی است. و من اتبعک من المؤمنین، و من اتبعک من المؤمنین این دو تفسیر داره. بعضی تفسیر ظاهری است که عموم مفسران کردند، یعنی هم خدا کافی هست، هم این مؤمنینی که دنبال روی تو هستند و این مؤمنینی که تابع تو هستند، پیرو تو هستند. یعنی صحابه، خدا کافی هست و همین لشکر کافی هست.
من اتبعک من المؤمنین عطف است بر لفظ جلاله الله. بر اساس این تفسیر حسبک الله و حسبک من اتبعک من المؤمنین، هر کسی از مؤمنین که تو را پیروی کرد اون کافی است. اما یک تفسیر دیگر که علامه ابن تیمیه و علامه ابن قیم کردند و حضرت شیخ حسین علی رحمه الله این تفسیر را می کند و این تفسیر تفسیر توحیدی هست. اون اینه که من اتبعک من المؤمنین عطف است بر لفظ، بر ضمیر منصوب کاف. معنیش اینه که ای پیغمبر هم تو را کافی هست و هم من اتبعک من المؤمنین، این مؤمنینی که دنبال تو هستند، پیروی هستند، همه شما را کافی است الله. یعنی الله شما را کفایت میکنه، هم شما را ای رسول الله و هم مؤمنینی که پیرو شما هستند. پس عطف بر لفظ جلاله نیست، بلکه من اتبعک من المؤمنین ای من اتبعک من المؤمنین كذلك حسبهم الله تعالی، اون مؤمنینی که شما را پیرو هستند اونا را هم خدا کافی است. پس هر دو گروه شما را الله عزوجل کفایت میکند. الله می فرماید یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای نبی، ای پیامبر، مؤمنان را بر جهاد تشجیع کنید، تحریک کنید و ترغیب بدهید تا با دشمنان بجنگند. اما اون چیزی که الله تعالی از بندگان خودش انتظار دارد این هست که مؤمنان باید در مقابل دشمنان خدا قوی باشند، چنان قوی باشند، چنان روحیه بالا باشد و چنان با انگیزه باشند که یک نفر جوابگوی 10 نفر باشد. چون کافر انگیزه ندارد، کافر از مرگ می ترسد، زندگی دنیا را خیلی دوست دارد، بالاترین تمنا و آرزویش در همین دنیا هست، بعد از این دنیا اعتقادی ندارد. اما مؤمن چون که اعتقاد دارد، باور دارد به زندگی بعد از مرگ، لذا مؤمن نباید از مرگ بترسد، نباید از شهادت بترسد، نباید بزدل باشد. بزدل کسی هست که می ترسد که اگر این زندگی را از دست داد برای همیشه ضرر کرده. لذا الله این انتظار را دارد و مطرح می فرماید این یکم منکم 20 صابرون، اگر از میان شما 20 نفر صابر باشید، ثابت قدم باشید، ثبات داشته باشید، یغلبوا 200، این 20 نفر غالب می شوند بر 200 نفر، یعنی هر نفری حریف 10 نفر از کفار. و این یکم منکم 100، اگر از شما 100 نفر باشند، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، بر 1000 نفر از کفار غالب می شوند، بر 1000 نفر از کفار پیروز می شوند. چرا؟ بأنهم قوم لا یفقهون، چون که کفار قومی هستند نفهم، نمیفهمند عظمت خدا را، اعتقادی به خدا و اعتقادی به روز معاد ندارند. اما شما نه، شما عظمت رب را، حمایت رب را میدانید و با خود دارید، اعتقاد به آخرت دارید، بنابراین شما 1 نفر در مقابل 10 نفر، 20 نفر در مقابل 200 نفر، 100 نفر در مقابل 1000 نفر. وقتی که خدای عزوجل این دستور را صادر فرمود، برای صحابه سنگین شد که اگر لازم باشد 1 نفر در مقابل 10 نفر ما نتوانیم چی؟ خدای عزوجل تخفیف دادند، الله عزوجل مقداری ارفاق کردند
فرمودند که اگر یک نفر در مقابل 10 نفر نمیتونه، حداقلش یک نفر در مقابل 2 نفر. منظور اینه که انگیزه شما باید قوی تر باشد با توجه به دلایلی که بیان شد. شما باید قوی تر باشید، روحیه بالاتری داشته باشید. الله می فرماید الان خفف الله عنکم، حال خدا تخفیف داد از شما، و علم ان فیکم ضعفا، سبب تخفیف الله می داند که در شما ضعف هست. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، اگر از شما 100 نفر باشند صابر ثابت قدم، یغلبوا 200 بر 200 نفر غالب می شوند. و این یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن الله، اگر از شما 1000 نفر باشند غالب می شوند بر 2000 نفر به اذن الله، به اذن الهی. اینجا که 2 نفر، 1 نفر 2 نفر را می توانند حریف باشد، هر مسلمان در مقابل کفار که 2 برابر باشند میتونند حریف باشند، یکی به دلیل همین انگیزه هست. اما علاوه از این باید مسلمان از نظر تاکتیک های جنگی هم مسلمانان باید بالا دست باشند. پس این لازمش اینه که در این موضوع، در این باره مسلمانان تلاش کنند، کوشش کنند، تمرین کنند و هیچ کوتاهی و ضعفی داشته نباشند. اگر واقعا مجاهدین باشند که همراه با تاکتیک و تکنیک بجنگند و خوب وارد باشند و قطعا کسانی که بلد هستند می توانند جمعیت بزرگی را، یه جمعیت اندک می تواند جمعیت بزرگی را چنان غافلگیر کند و شکست بدهد که جمعیت اندکشون جوابگو باشند. بنابراین اینها همه این نکات، همه این موارد در جنگ لازم هستند. والله مع الصابرین، خداوند عزوجل با صابرین هست. معیت خدا چگونه هست؟ بالصبر بالنصر والاعانه، هم یاریشون میکند، کمکشون میکند. اما با صابران از کدوم صابران؟ صابران قدما و قلبا، اونهایی که هم ثبات قدمی داشته باشند، هم ثبات قلبی داشته باشند، هم دلشون قرص باشد و هم قدمشون. دیروز خواندیم که ثبات قلب با ذکر الله حاصل میشه و ثبات قدم با ثبات قلب حاصل میشه. یعنی وقتی که انسان از نظر قلبی از نظر قلبی ثبوت پیدا کرد، اون وقت پاهایش هم نمی لرزد. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. در این آیه الله عزوجل تذکری میده به پیغمبر خودش و به مسلمانان، به اصحاب، تذکری در رابطه با یکی از اتفاقات در بدر. در بدر ما خواندیم که کفار را خدای عزوجل شکست داد، شکست خوردند و سرداران کفار همه کشته شدند. تعدادی که دستگیر شدند هم از قریش، از افرادی بودند، افراد درشت بودند، افراد مطرح بودند. اینها اسیر شدند، 70 نفر بودند. گفتند که با اسیران چیکار بکنیم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مشوره گرفتند. حضرت ابوبکر صدیق از آن جایی که تو این اسیرها افراد نزدیک به رسول الله، به صحابه بودند، مثلا یکی از اسیران عباس رضی الله تعالی عنه بود، عموی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. یکی از اسیران عقیل بود، برادر علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و پسر عموی رسول الله. خب از نزدیکان بودند، داماد آن حضرت بود و اینها وقتی که
در میان اسیران بودند، حضرت ابوبکر صدیق مشوره داد، گفت یا رسول الله از اینها فدیه بگیریم، پول بگیریم در مقابل آزادیشون، که هم فدیه کمکی هست برای مسلمانان برای جهاد و هم شاید منتی بر اینها باشه، احسانی بر اونها باشه، این باعث بشه که مسلمان بشند. و یه روزی چنانچه شد اکثر اونها مسلمان شدند. اما وقتی که از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مشوره گرفتند، حضرت عمر صفتش معروف است، اشداء علی الکفار، در مقابل کفار عمر سخت بود. عمر رضی الله تعالی عنه گفت یا رسول الله به نظر من همه اینها را از دم تیغ بگذرانیم، همه را بکشیم، اینا دشمنان خدا هستند، اینا مشرکند، هر کسی بگیره نزدیکترش را، خویشاوند خودش را خودش بکشه. در میان اسیران پسرعموی من هست، پسرعموی من را به دست من بده، اول من او را میکشم، شما خودتون خویشاوندان خودتون را بکشید، نگذارید، نه مهلت ندهید. از بقیه مشوره گرفته شد، اکثرا به مشوره ابوبکر مشوره دادن. تمایل شخصی خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین بود. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم به همین جنبندی رسیدند، از اسیران از هر نفری 40 اوقیه گرفته شد و اونها را آزاد کردند. عباس رضی الله تعالی عنه را وقتی که رسول الله گفت که شما هم مال خودت را بده، هم مال برادرزادت عقیل را بده، یکی دیگر از پسرعموهای رسول الله و از برادرزاده های عباس به نام ربیعه ابن حارث اون هم بود، گفت هم مال ربیعه را بده، اون دوتا فقیرند تو داری. این را نگفتم که عباس رضی الله تعالی عنه وقتی که آمد برای خانه اش خرجی گذاشت، برای زن و بچه اش پول گذاشت که اونها مصرف بکنند، مقداری طلا داشت و جواهرات ارزشمند، اینها را به دست زنش داد و گفت که اینها را یک جای مخفی بکن، اینها را یک وقتی مصرف نکنی، مصرفی شما اینها هستند. مقداری طلا جداگانه گذاشت، گفت اینها را یک جای بذار که اگر من برگشتم به دستم میدهی، اگر برنگشتم حداقل اینها به عنوان ارث سرمایه من اینها هستند. طلاهای زیادی بودند. وقتی که آن حضرت به عباس گفت که شما هم فدیه خودت را بده، هم فدیه عقیل را، هم فدیه ربیعه را، عباس گفت من که چیزی ندارم، من از کجا بیارم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم از طریق معجزه با خبر شده بود از اون طلا. رسول الله فرمود اون طلایی که به زن دادی از اونها بده. عباس تعجب کرد، اینجا به معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم پی برد، در همون جا ایمان آورد، فوراً ایمان آورد و فدیهش را هم داد، رفت به مکه مکرمه جمع کرد و دیگه هجرت کرد. لذا از همه فدیه گرفته شد. بعد از اینکه فدیه گرفته شد و همه را رها کردند رفتند، الله عزوجل این آیات را که در این آیات سرزنش است، توبیخ است که نباید اینقدر نرمش نشان بدی. اسیرانی داری که دشمنان خدا و رسول هستند، اینها را پول گرفتی از اینها. الله عزوجل بر اساس نظر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نظر داد که این آیه را یکی از آیاتی که از موافقات عمر رضی الله تعالی عنه هستند، 17 تا آیه از موافقات عمر رضی الله تعالی عنه گفتن در قرآن که عمر نظر قائم میکرد، الله عزوجل طبق اون نازل میکرد. یکی از اون آیات این هست. به ترجمه آیات دقت کنید. الله می فرماید ما کان لنبی ان یکون له اسرا، برای هیچ نبی سزاوار نیست، مناسب نیست، ان یکون له اسرا، این که برای او اسیرانی باشد،
اسیر در اختیار داشته باشد، حتی یثخن فی الارض، حتی که خونهایشون را بریزد در زمین. یعنی بغیر از خون ریختن برای پیغمبری دیگه چیز مناسب نبود. تريدون عرض الدنیا، شما اراده می کنید کالای دنیا را، فدیه دنیا را. والله یرید الاخره، اما الله اراده آخرت می کند. والله عزیز حکیم، الله غالب است، کارش هم با حکمت است. در این هم حکمتی بود. الله عزوجل اول نازل نکرد آیه را، بعد از اینکه رهایشون کردند الله نازل کرد. چون که در آیه بعدی خدا می فرماید اگر ما قبلا ننوشته بودیم بر شما عذاب می آمد. حتی پیغمبر خدا گفت اگر عذاب می آمد همه را در بر می گرفت غیر از عمر. لذا در چه صورتی عذاب می آمد؟ لولا کتاب من الله سبق، اگر قبلا از طرف الله عزوجل در تقدیر ننوشته بود، مکتوب نشده بود، به شما عذاب می رسید. قبلا چی نوشته شده بود؟ این حکم نوشته که هر حکمی که هنوز نازل نشده، هر دستوری که هنوز از طرف خدا نازل نشده، اگر کسی اون دستور را اجرا نکرد قبل از نزول، بر او هیچ عتابی نیست، بر او هیچ گرفتی نیست. خب خدای عزوجل حکم صادر نکرده بود که اسیران را بکشید. پس وقتی که حکم صادر نکرده بود، بعد از اون هم وقتی که نکشتند، اینها مورد عتاب و مورد عذاب نیستند. اینجاست که الله می فرماید لولا کتاب من الله سبق، اگر کتابی از جانب الله سبقت نکرده بود. کتابی از جانب خدا سبقت نکرده بود یعنی چه؟ تفسیر مدارک می‌نویسند ای ما کتب فی اللوح المحفوظ، در لوح محفوظ نوشته شده بود که الله یؤاخذ قبل البیان والاعذار، هنوز خدا بیان نکرده، قبل از اون مؤاخذه صورت نگیرد. لذا اینجا هم هنوز خدا دستوری بیان نکرده، لذا جای مؤاخذه نیست. پس الله می فرماید لولا کتاب من الله سبق، اگر از جانب الله از قبلا در لوح محفوظ ننوشته شده بود، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، این سبب عذاب البته شما را می گرفت، شما را به شما می رسید. لمسکم به شما می رسید فیما اخذتم، در آن کاری که شما کردید، آنچه که شما گرفتید، عذاب عظیم. شما فدیه گرفتید و اونا را آزاد کردید. خب خلاصه الله تعالی بر اون چه که انجام دادند تذکر دادند. الان دیگه تمام شد، رفتند پولها را و فدیه ها را رسول الله گرفت، تقسیم شدند بین مسلمانان. الان آیا این پولها را، چون که اصل عتاب به خاطر همین دنیا بود، تریدون عرض الدنیا، بسیاری از صحابه گفتند دیگه شاید استفاده اینها، مصرف اینها برای ما جایز نیست که خداوند به خاطر همینها ما را عتاب کرد، سرزنش کرد. الله تعالی فرمود نه، الان که گرفتید بخورید، حلالا طیبا، اشکالی برای شما ندارد. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بخورید از آنچه که غنیمت گرفتید، حلالا طیبا، حلال و پاکیزه، حلال و پاکیزه بخورید. اما واتقوا الله، اصلش اینه که از خدا پروا داشته باشید، از خدا بترسید و خلاف دستور خدا انجام ندهید. ان الله غفور رحیم، بازم تسلی هست، خداوند غفور هست، بخشاینده و مهربان است. الله عزوجل به خاطر این اجتهاد شما را می بخشد، نادیده می گیرد. خب حال که اسیران آزاد شدند،
برای اصحاب و یاران که دغدغه داشته نباشند خداوند دستور داد که شما بخورید. خداوند تعالی به اسیران، به اسرا را خطاب می کند. این اسرا که الان ممنون شدند، الان بر اونها احسان شد. بعضی از این اسرا تمایل داشتن به طرف اسلام، چون این محبت را دیدن، این اخلاق را مشاهده کردند. الله عزوجل می فرماید اگر شما در وجود شما خیری باشد، یعنی انابت به دین، انابتی به اسلام و توحید را بپذیرید، این ضرر مالی را خدای تعالی در آینده جبران می کند، به شما بهتر میده، به شما بیشتر میده. لذا برای پولی که دادید، برای فدیه‌ای که دادید نگران نباشید. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم، ای نبی، ای پیامبر خدا، بگو برای آن اسیرانی که در دستان شما بودند، من الاسرا، از اسیران، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر الله در دلهای شما خیری را مشاهده بکند، خیری را ببیند، منظور اخلاص، انابت الی الله، انابت الی التوحید، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، یعنی اگر تمایلی به اسلام داشته باشید، الله میدهد به شما بهتر از آنچه که گرفته شد از شما. شما 40 اوقیه دادید، 400 اوقیه خدا به شما میده، بهتر میده، بیشتر میده. بله، و یغفر لکم، علاوه از آن الله شما را میبخشد. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم در دنیاست، و یغفر لکم در آخرت است. والله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است، میبخشد. و این یریدوا خیانتک فقد خانوا الله من قبل فامکن منهم. الله وعید بیان می فرماید، تهدید می کند اسیران را. اگر این اسیران، ای پیغمبر من، ای نبی من، اگر اینها بازم اراده بکنن خیانتت را، بازم بخوان خیانت کنن، دیگه برن به مکه دوباره با لشکر کفر همراه بشند، خب یک بار که خیانت کردند، همین که همراه شدند، خداوند شما را بر اونها تسلط داد، خداوند شما را غلبه داد. بار دیگر هم وقتی که این کار را بکنند همین خواهد بود، یعنی خداوند دوباره شما را بر اونها تسلط میدهد. و این یریدوا خیانتک، خیانتک یعنی نقض ما عاهدوک، پیمانی که با شما بستند او را اگر بخوان نقض بکنن، چون این عهد از اونها گرفته شد که دیگه در لشکر کفار همراهی نکنن. فقد خانوا الله من قبل، اینها خیانت کردن با خدا قبل از این. فامکن منهم، الله قدرت داد بر آنان، ای امکنکم علیهم، منهم به معنی علیهم است. امکنکم، شما را خداوند قدرت داد، تسلط داد بر آنان، بار دیگر خدا همین کار را می کند. والله علیم حکیم، خداوند عزوجل علیم هست، هر کار را می داند و در کارهای الهی حکمت است. خب جریان بدر تمام شد، اسیران رفتند، بسیاری از اونها مسلمان شدند. حال که مسلمان شدند ترغیب اونها به سوی هجرت، الان که مسلمان شدید بیایید به مدینه هجرت کنید، چنانچه اونها هجرت کردند. الان مهاجرین دو نوع هستند، بعضی از مهاجرین اون مهاجرین اولین هستند که با رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند، والسابقون الاولون من المهاجرین. گروه دوم از مهاجرین اینایی هستند که الان آمدند، از این به بعد اینا مهاجرین هستند، بعداً هجرت کردند. گروه سوم انصاری ها هستند، انصار مدینه. اینها الله عزوجل اوصاف همه را بیان می کند. این آیات آخری سوره انفال
در مدح و توصیف اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ببینید خدای عزوجل 5 نفر را 6 نفر را فقط تعریف نکرده، الله عزوجل جمع را تعریف می کند، تمام را تعریف می کند. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، بدون شک کسانی که آمنو ایمان آوردند، وصف اول ایمان، از ته دل ایمان آوردند، و هاجروا و بعد از ایمان هجرت کردند، از دارالکفر آمدند به مدینه طیبه، و جاهدوا و بعد از هجرت جهاد کردند در کنار رسول الله و در رکاب رسول الله با کفر جنگیدند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، آنانی که جهاد کردند با مالشان با جانشان در راه الله، هم مال تقدیم کردند هم جان تقدیم کردند. والذین آووا و نصروا، گروه دوم آنانی که جای دادند مهاجرین را، و نصروا و یاری کردند، نصرت کردند دین خدا را. سبحان الله، انصار را الله می فرماید، انصاری که اینها را در شهر خودشون در خانه و کاشانه خودشون جای دادند و سپس به این اکتفا نکردند، تا آخر نصرت کردند، تا آخر دین خدا را حمایت کردند. اولا الله می فرماید اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها بعضی ها ولی بعضی هستند. اولیاء بعض، بعضی ها به معنای ولایت می کنند، ولایت وراثت، که بعدا این آیه را منسوخ می دانند، چون که ابتدا از همدیگه ارث می بردند، بعدا از همدیگه ارث نمی بردند. اما شیخ ما رحمه الله مراد از این ولایت گفته این ولایت ولایتی که بر اساس تعاون و تناصر باشد، همدیگر را یاری کردن، همدیگر را نصرت کردن. اولیاء و بعد از این جهت هستند تا نیازی نباشد ما آیه را منسوخ بدانیم. والذین آمنوا ولم یهاجروا، الله عزوجل در این میان بعضی ها را که هجرت نکردند استثناء می کند. آنانی که ایمان آوردند ولم یهاجروا، هجرت نکردند، ما لکم من ولایتهم من شیء، شما از ولایت اونها در هیچ چی نیستی، یعنی بر شما لازم نیست از اونها حمایت کنید، حتی یهاجروا، حتی که اونها هجرت کنند، و الا وظیفه شما نیست. چرا از دارالکفر خارج نمی شوند؟ البته اگر مستضعف بودند، ناتوان بودند، در همون جا از شما کمک طلبیدن وظیفه شماست. اون مسلمانی که در دارالکفر است، اون مسلمانی که مظلوم هست و دست و پایی ندارد، باید بقیه مسلمانان به کمکش بشتابند. و ان استنصروکم فی الدین، اگر از شما یاری طلبیدن در دین، یعنی در امر دین، در قتال مع الکفار، فعلیکم النصر، باید بر شما است که اونها را یاری کنید، اونها را کمک کنید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، در یک صورتی کمک لازم نیست که اونها با قومی در حال ستیز و جنگ هستند که بین شما و بین اون قوم پیمان هست، پیمان صلح هست. اون وقت شما پیمان صلح را نشکنید. چقدر الله عزوجل ما را متعهد می فرماید بر پیمانها، که حتی برادران مظلوم ما با قومی درگیر بودن که بین ما و بین اون قوم پیمان هست، اون وقت از طریق دیگر کمکشون بکنیم، از طریق مذاکره، مصالحه، دیگر وارد جنگ نشویم، چون که پیمان شکنی می شود. والله بما تعملون بصیر، خداوند به آن اعمال شما بیناست، می بیند چه اندازه شما پایبند تعهدات خود هستید.
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. الله می فرماید کفار، کسانی که کفر کردند، آنها اولیاء بعض هستند، اونها هم دیگر را کمک میکنند، یاری میکنند. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر. الله می فرماید اگر این کار را شما نکنید ای مسلمانان. کدوم کار را؟ همین که مسلمانان با همدیگر باید یکی باشند، با همدیگر را حمایت کنند، همدیگر را کمک کنند، اولیاء بعض باشند. اگر این کار را نکردید تکن فتنة فی الارض، در زمین فتنه بپا خواهد شد، و فساد کبیر، فساد بزرگی. چنانچه امروز ما میبینیم که مسلمانان با هم ید واحد نیستند، مسلمانان با هم دیگه تولی ندارند، دوستی ندارند، با هم دیگه متصل نیستند. یک گروهی با یک گروهی از کفار رفته، یک گروهی با یک گروهی از کفار. میبینیم امروز فتنه و فساد کبیر هست. میبینیم که چه ملحمه ای هست، چه خونریزی بپا شده، چه فساد بزرگی هست. لذا اینها همه و همه به خود ما برمیگردد، به اینکه احکام خدا را نادیده گرفتیم و عمل نمی کنیم. تفسیر مدارک اینجا نوشته الا تفعلوا ما امرتکم به، اگر آنچه که من خدا به شما امر کردم شما انجام ندادید. خدا چه امر کرده؟ من تواصل المسلمین و تولی بعضهم بعضا، از اینکه مسلمانان با هم دیگه باید متصل باشن، با هم دیگه دوستی داشته باشن، با هم دیگه وحدت بکنن. اگر این نباشد تحصل فتنة فی الارض، در زمین فتنه خواهد بود، و مفسدة عظیمه، و فساد عظیم خواهد بود. چرا؟ لأن المسلمین ما لم يسيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زائدا. تا زمانی که همه مسلمانان ید واحد نباشن بر علیه شرک، بر علیه کفر، اون وقت کفر و شرک با هم چی میشوند؟ با هم یکی میشوند، یا یک فساد اضافی ایجاد میکنند. غیر از شرک فساد دیگر، خونریزی، ظلم، مسلمانان را کشتن، همون شرک، همون فساد کفرشون زیاده دیگه، بیشتر نباید اجازه بدی فساد بکنند، باید با هم یکی باشید. بله. والذین آمنوا و هاجروا. الله عزوجل ابتدا مهاجرین و انصار را فرمود که با هم دوستند، اما اینجا پاداششون را ذکر می فرماید. الله می فرماید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، آنانی که ایمان آوردند و آنانی که هجرت کردند و جهاد کردند در راه الله. والذین آووا و نصروا، آنانی که جای دادند و آنانی که یاری رساندند. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنین حق هستند، اینها مؤمنین واقعی هستند. به شهادت قرآن الله همه را گفت، همه مهاجرین، همه انصار، همه هم المؤمنون حقا. از اینها مؤمن با حق تری نمیتواند باشد. قرآن شهادت میده، اگر مردم شهادت نمیدهند ندهند، ولی قرآن و خدا گواهی میده که اینها مؤمنین حق هستند. بعد از اینکه مؤمنین حق هستند پاداششون را الله بیان میفرماید لهم مغفرت و رزق کریم، برای آنان مغفرت و بخشش است از جانب الله، و رزق کریم، رزق معزز در بهشت، رزقی که الله خودش میداند چه رزق ویژه و خاصی هست. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم، گروهی بودن بعداً ایمان آوردند، مثل حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، عموی رسول الله و عموی علی ابن ابی طالب. عباس گرچه عموی حضرت علی بود، اما از نظر سنی در سطح علی بود.
این برادرزاده و عمو معلوم میشه خیلی با هم رقابت داشتند. در بسیاری از معرکه ها حتی با هم بحث میکردند. در همین سوره بعدی میخوانیم انشاءالله که عباس گفت که حضرت علی گفت ما قبلا هجرت کردیم، ما قبلا آمدیم در راه خدا. خب فرق میکنه فضیلت ما با شما، شما تازه آمدید. عباس گفت که ما اونجا حاجی ها را خدمت میکردیم، اگر شما قبلا هجرت کردید شما کار خوبی کردید، ما هم کار بدی نکردیم، ما هم در خدمت حجاج بودیم، آب تقسیم میکردیم، مجاورت خانه کعبه میکردیم. الله تعالی گفت اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. اینا با هم برابر نیستند. شما که سقایه کردید، آب دادید، بیت الله را تعمیر کردید، ایمان نداشتید، شما این را برابر میکنید با ایمان و هجرت و جهاد؟ هرگز برابر نیستند. و بعد در جریان فدک هم خدمت شما عرض کردم که ابوبکر صدیق هم فدک را به اهل بیت داد، باغ فدک را. عمر فاروق هم بعد از ابوبکر هم به همون صورتی که ابوبکر داده بود تقسیم کرد، بین عباس و علی بود که اینها با هم درگیر شدند، اختلاف پیدا کردند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نشست و بینشان فیصله کرد. لذا این آیات اشاره به همون جریان داره که اینها بعداً هجرت کردند. امثال عباس رضی الله تعالی بعداً هجرت کردند، در جهاد هم همراه بودند، در جنگ حنین و در جنگ حوازن بعد از فتح مکه و در فتح مکه عباس رضی الله تعالی عنه بعد از اون همراه بود، ولی در جنگ های ابتدایی بدر و احد نبود. لذا الله می فرماید والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا، آنانی که ایمان آوردن من بعد و بعدن و هاجروا و هجرت کردن و جاهدوا و جهاد کردن با شما، فاولئک منکم، اینا هم از شما هستند، اینا را هم از خودتون به حساب بیاورید. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. الله می فرماید که اولو الارحام یعنی اونایی که نسبت خویشاوندی دارن، بعضی ها به بعضی نزدیکتر هستند در حکم شرع. منظور چیه؟ توجه داشته باشید. ابتداءً بین مهاجرین و انصار برادری بود، هر دو را رسول الله صلی الله علیه و سلم مؤاخات ایجاد کرد، یک مهاجر را با یک انصاری، اینا با هم کار میکردند، با هم مصرف میکردند، میخوردند هرچی که خدا بهشون میداد و حتی از همدیگه ارث میبردند، چون که بقیه ورثه کافر بودند، مشرک بودند. کسانی که در مکه مکرمه بودند از وارثینشان اونها کافر بودند، لذا اگر یکی از اونها فوت میکرد همین برادر انصاری ارث میبرد، یا برادر انصاری اگر فوت میکرد اون مهاجر هم ازش ارث میبرد. اما بعد از اینکه خدای عزوجل فتوحات داد، مکه فتح شد، همه آمدند و همه مسلمان شدند، الان الله میفرماید همون اولو الارحام یعنی خویشاوندان شما، اونها به شما نزدیکتر هستند، ارث اونها میبرند. چون دیروز اگر ارث نمی بردن به خاطر چی بود؟ کفر بود. کفر بین مسلمان و کافر ارث را قطع می کند، یعنی یک مسلمان از کافر ارث نمی برد، یک کافر از مسلمان ارث نمی برد ولو اینکه پدر و پسر باشند. لذا الله می فرماید که خویشاوندان بعضی ها اولاترن به بعضی در حکم شرعی خدا. ان الله بكل شیء علیم، خداوند به هر چیز علیم و دانا هست، آگاه هست. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين
نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل